رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید که زندگی برای دو شخص بهترین زندگی است. یکی از آن اشخاصی که بهترین زندگی را دارند آنهایی هستند که عالم هستند، عالم مطاع هستند، و دومی آنها آن انسانهایی هستند که شنونده نگهدارنده هستند. زمانی که عالمی که عمل بکند از علم او استفاده شود و شنونده‌ای که به شنوندگی خود عمل بکند، این دو انسان زمانی که دست را با دست هم بدهند، سعادت جامعه، سعادت یک کشور، سعادت یک منطقه، سعادت یک محیط را تضمین می سازند. دوستان عزیز، زندگی یک امتحان الله است که کتابش قرآن و معلمش الله است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.